عرض سلام و ارادت خدمت دوستای گلم، خدمت کسایی که دارن ما رو پیگیری میکنن و کانال ما رو میبینن و از نظراتشون در کارمون به ما ارائه میدن. دوستان گلم، این هم یک مرحله دیگه برای ساخت دستک. ما اومدیم از خود پله بتونی یه استا گرفتیم، یه الگو گرفتیم و زیر کارش آماده کردیم. اومدیم کار چسبوندن دستک که در چند مرحله بستگی به قطر دستکی داره که قراره که ما تحویل بدیم. حالا 8 سانتی متر، 10 سانتی متر، 9 سانتی متر میایم و ابعاد آماده شدهمون رو به هم دیگه میچسبونیم و در مسیر پله که قراره نرد نصب کنیم آمادهش میکنیم و برای